خانه چما شده ایم در گور، دیگر تو و دشت و دامن گور. در اینجا یکی از بزرگترین علمای فقه حنفی اواخر عصر 20 و اوایل عصر 21 استادان پیران معرفت، طریقت و حقیقت و یکی از پرچمبرداران فقه حنفیه، پاسدار مذهب حنفی، استاد حاجی اسماعیل پیر محمدزاده مدفونند که با گذشت نیم سال بیش هر وقت که ما میاییم و جز ایشان حاجی قاری که خود را معرفی میکند و اندک نقصان در خیرات هم دارند، ملیتر کرده بگویم نفری نیست که این گور را پاسبانی کند، پاسداری کند و مقبره بنیاد سازد. من میدانم که خانوادهش در تلاش است که این کار را بکند و اما کجاند آن صدها هزاران، دهها هزار، صدها هزار مردان راه طریقت که با ایشان افتخار دارند؟ کجاند آن مردمی که پدرها، مادرها، برادرها، خویش و اقربای آنها را به ویژه خفه نشوند، به ویژه مردمی زاده سریخاسار بلجوان را این کس به دست خاک میدادند، جنازه میکردند. پیری مردم کوهستان کلا بودند، پیری مردم کوهستان بلجوان بودند، پیری مردم کوهستان سریخاسار بودند. این مردم اندک نیستند، اینها سرمایه دارند و من صریحتاً با آنها اشاره کرده میگویم که به قدر پیرهای خیش رسید. تا کجای رسیده اید؟ از دعای پیرهایتان رسیده اید. و امروز این گور را این خیل گذاشتن ملیحتر کرده اگر بگوییم به شأن و شرف ما اهل مذهب حنفی نمیزیبد، ارزنده نیست. بابای حاجی اسماعیل پیر محمدزاده تا هنوز رساله علمیش که یکی از طرفداران مکتب بزرگوار پدرش مخصوم سنگ کلوله بودند که در اینجا در شفت مدفون هستند، در گازete SSSR نشر میگردد با نام رساله ابو حنیفه، امام اعظم ابو حنیفه بر ضد عقاید اکستریمیستی و تروریستی. و هم در اونجا زیاد سخنهاش هست که از امام اعظم مثال میارد که هیچ مؤمن کافر نیست، اهل تکفیر رو رد میکند، با سلفیه حرب میکند، با وهابیه مبارزه میبردد، دست میزند، پنجه نرم میکرد و امروز کسی نیست که جای او را بگیرد. و من فکر میکنم که عالمانی که پشتیبان مذهبند، تکیهگاه مذهبند، آنهایی که برای مذهب حنفیه مبارزه میکردند، حرب میکردند، نباید با گوشه فراموشی بروند. برادران بسیار گرام، ثروتمندان، حکومتداران، بخارای شریف ابداً پابرجا بود تا وقتی که از بیرون انقلاب نکردند و انقلاب تحمیلی نآوردند. به یک خاطر بود که پشتیبان مذهب حنفی بود. بخارا دیوار و تکیهگاه مذهب بود. امروز تهاجم بر ضد مذهب ما زیاد شدن دارد. بسیاری ها میخواهند که جوانان ما را از مذهب، از ریشه ها برکنند و اون جوانایی که امروز با صفهای قوه های ارتجاعی و اکستریمیستی پیوست میشوند، اونها از مذهب ما الکی بیرون رفتند. این را فراموش نکنید. و برای آن که ما دلی مردم را به ویژه جوانان را به مذهب خویش گرم کنیم، ما باید به قدر مذهب پاسداران خویش برسیم. کجا شد صدر و بدر هر دو عالم، محمد بهترین اولاد آدم. همه رفتند ما از پیروانیم، همانا از شمار رفتگانیم. تا هستیم
ما باید به قدر رفتگان برسیم. من بهوده در اول نگفتم که زینخانه چو ما شدیم در گور، دیگر تو و دشت و دامنی گور. خدا رحمت و مغفرت کند. من باور دارم که اقلا سری خساری ها ناموس میکنند و میآیند مرقدی مزاری گور پیر خود را آباد میسازند. ما با موضوع برمیگردیم. ما میتوانیم